سپاس و درود دوستان عزیز. دستگاه 55 هایسنزی که برامون آورده بودن برای تعمیر هیچی کار نمیکنه. خب هیچی از دکمه ها کار نمیکنه. خب ما این دستگاه رو باید مهندسی معکوسش کنیم. قسمت در اصل برد مین و یه قسمتی هم از برد وای فای به مشکل خورده. اینو من ایراد رو رفع کنم، بهتون توضیحات کامل انشالله سعی میکنم اگه در حد راهنمایی برای همکاران باشه بدم. در غیر این صورت همون مراحل تعمیر که انجام بشه انشالله بعد از کار، بعد از انشالله اتمام کار که بتونیم تمومش کنیم، نشه که فقط بگیم داریم تعمیر می‌کنیم ولی نتونیم تعمیر کنیم. ایرادیه که یه مقدار مشکله، ایرادش رو رفع کنیم و انشالله باهاتون بقیه مراحل رو هستم خدمتتون. اتمام کار 55 X770 هایسنز. یه آنتن هم بهش بزنیم، روشنش کنیم، یه صدا و تصویر هم ازش بگیریم. تلویزیونی که 2 سال ماشین میفروشن میگن 2 سال تو پارکینگ بوده، 2 سال تو خواب بوده. 2 تا هم خط توی تصویر داره. 3 تا. این اول کارم به خود مشتری ما گفتیم ولی دیگه حالا میتونید خدا رو پوش نه عمل کرده. کلا کنترل اینا هیچ چی کار نمی‌کرد دیگه. مختل مبارکشون باشه. صدا و تصویر بزنیم برای تست که انشالله تحویل مشتری بدیم. خب دوستان عزیز، تلویزیون 55 هایسنز هم که مشکل حالا کار کردن کنترل و کلا گفت کرده بود حل شد. دستگاه مربوط به آقای نظری بود، اومدن ببرن. آقای نظری هم حالا طبق فرمایششون قبلا داده بودن تعمیر نشده بود و به آشنا هم داده بودن، غریبه نبود ولی تعمیر نشده بود و 2 سالی هم بود توی انبار بود دیگه. آقای نظری درسته؟ بعد راضی هستین انشالله دیگه؟ دستگاه کار کرد، تست کردین دیگه؟ والا ما حقیقتش 2 سال حقیقتش عرض کنم حدود ایران گشتم، واقعیت عرض میکنم. ما بالاخره اومدیم سراغ استاد شفیعی. خواهش میکنم انشالله که به شادی استفاده کنید و همیشه دعاگوی ما باشید دیگه. خواهش میکنم. مبارکتون باشه انشالله با دلی خوش. قربانش